السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام عرض میکنیم خدمت تمام بینندگان، دوستان، خواهران، برادرانی که یوتیوب کانال ما را میبینن. دوستان عزیز، تا امروز ما یگان چی نگفتیم، یگان صحبت نکردیم درباره همون شخصایی که مقصد در اینستاگرام به نام ما کانال میکشویم و یوتیوب هم بسیار هستند و غیر ای ویدیوهای ما دیگر ویدیوها هم میپرداختن. مقصد ما تا امروز راستی اهمیت نمیدادیم، ولی در حال حاضر وضعیت همین را تقاضا میکنه. دوستان عزیز، باید همین را بگم که سایت که چند سایتی که در اینستاگرام هستن من نیستم، همش سایت های فیکوی هستند، همش سایت های مقصد پدیل که هن. مقصد اگر در اومدین مقصد یگون ویدیوهای غیری چی پرداختن، مقصد یگون چیز کردین، ای عاقبتش خلاصه ما جوابتون نیستم. دوستان عزیز، من یک کانال دارم در یوتیوب و هم آرامش دل نامش. یگانه شما میتونید که در همین کانال ما همه چیزی ما را چیکار کنید، دریافت کنید و آبونه شوید. با شخصی که سایت اینستاگرامی میکشوید عین من دوستان عزیز یا که کشوده اید، همین را گفتنی هستم دوستان عزیز که کار نکنید دیگه. وضعیت همین را تقاضا میکنه که نکنید دیگه. باید تمام ویدیوهای ما اینستاگرام تو ادالیت کرده شود و اینستاگرامی که به نام ما هستن، گویا قوری علیشیر افیتسال یا که آرامش دل، هر چی که هست باید کور کرده شود. یگون صورت عینام ما مونده نشود دوستان عزیز، وگرنه یعنی در عاقبتش جوابگر من نیستم. من این همین ویدیو را میکنم میپرتم و به همین ویدیو جوره خود من حمایت میکنم که یعنی من یک شبکه دارم در یوتیوب، اینم آرامش دل. و دوست عزیز کدومایی که هستی همون سایت های اینستاگرامی را میکشوی، مقصد یعنی که من خطی نیستم، جورا نمیشناسمت. اگر یگون چیز کشید برای همین لوچی چیکاری که میکنی ختم کنی به نام دیگر کنی مقصد و چی میگن خشی و خرسندیش یا که مشکلاتش را کلای ختم. دوستان عزیز، با خواهر برادرانی که شبکه ما را تماشا میکنن، فقط من یک شبکه دارم، اینم در یوتیوب. اگر در اینستاگرام در کجایی که ما بود و چیزی ما کشودم خودم خبر میکنم که مثال در ما همین خیلی نویگری شده است. تا زمانی که من خودم اعلام نکردم یگون چیز از آن من نیست. چی با خواهران برادرانی که تماشا میکنین در اینستاگرام ما مخصوصا سایت ها از آن من نیستن. غیر ای ویدیوهای ما یگون ویدیوهای نخوب پرداختن، مثال یگون مشکلات چی من ندیدم نمیشناسم، از آن من نیستم. بهترش تماشا نکنید. و اون دوستایی که سایت های اینستاگرامی داره، خواهش از شما خواهش و احترامانه خواهش که او دلیت کنین ویدیوهای مرا و به نام من سایت نکشوین که ای عاقبتش من جوابگر نیستم. دوستان عزیز، در عاقبتش هر چی کشید ندیدم تون نمیشناسم تون. این همین ویدیوهای ما های چی در یوتیوب کانال ها ویدیوهای ما را وای میکنن، چی در اینستاگرام ها. در یوتیوب ها من بسیار دیدگی هستم، یا چند نام ها قطعی مقصد اما ویدیوهای ما که وقتی که میبراین میگیرن سرازا میپرتوین. دوستان عزیز دیگر نکنین، چون که شما یک ویدیوی مرا توخه نمیپرتوین، هر گونه ویدیو میپرتوین، ای هر کس میپرتوین. برای همین در عاقبت کار من با شما نیستم. دوستان عزیز، من چون این سایت در اینستاگرام ندارم، در یوتیوب همگی یک سایت دارم به نام آرامش دل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.